خود ذکر و خلوت با الله و دعای با الله به آدم قوت میده. یه اعمال انفرادی داشته باشیم، اینم باعث قوت میشه. اگر اهل نیایش و تسبیح باشید، خلوت با الله باشید، از این تنگناها در میایید، از این که ملعبه شیطان بشید. شیطان به دل غافل حمله میکنه، تا دل رو غافل ببینه وسوسه میکنه. دلی که اهل ذکر و یاد الله باشه به اون دل نمیتونه حمله کنه. حتی در حدیث آمده در خانه‌ای که ذکر و یاد الله میشه، شیطان به شیاطین دیگه میگه برید که امشب جای ما اینجا نیست، در این خانه ذکر الله شد. در خانه‌ای که سوره بقره تلاوت میشه، سحر و جادو و اجنه و شیاطین به اون خانه نمیتونن کاری بکنن. از قدیم گفتن خانه خالی رو دیو میگیره. دل خالی شد از ذکر الله، دیو و شیطان رو میگیره. خانه خالی شد از ذکر و یاد الله، محلی میشه برای هجوم بدیها و شرارتها.